خب دوستان عزیز، ما فیلم شماره 37 رو با هم می‌بینیم. همونطوری که گفتم این فیلم سفری هست به غدیر خم، به منطقه‌ای که ادعا می‌کنند در اونجا ولایت و امامت مطرح شده. خوب دقت بفرمایید در صحبت‌هایی که در این کلیپ مطرح میشه، به نقشه‌ای که در این کلیپ نشون داده میشه در مورد غدیر خم و انشالله ما بعد از پخش این فیلم کلیپی داریم از شبکه زلالت پخش می‌کنیم که در اون آخوند رافضی میاد. سبحان الله، من بیشتر صحبت نمی کنم، شما این فیلم رو ببینید و کلیپ رو نشون خواهیم داد تا ببینید که عمق فاجعه تا کجاست. با ما همراه باشید. ولحبهم هتف القصي جيل أتباع الهدى أشرق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. و با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق. امروز به اتفاق جمعی از دوستان و جناب آقای سلیمانی به منطقه غدیر خم آمدیم. محمد و بصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. از این طرف خط مستقیم اگر ما روی نقشه بکشیم تقریبا حدود 159 کیلومتر تا مکه مکرمه فاصله داریم و از این طرف تا مدینه منوره خط مستقیم اگر روی نقشه کشیده بشه حدود 195 کیلومتر یا 200 کیلومتر فاصله هست. در این منطقه یکی از رویدادهای مهمی رخ داده که در سال 10 هجری وقتی که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از حج برمیگشتند به طرف مدینه منوره، در این منطقه توقف کردند به خاطر مشکلی که بین بعضی از صحابه و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اتفاق افتاد. جناب آقای سلیمانی، جریان این اختلافی که رخ داده بود بین صحابه و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که سبب شد پیامبر صلی الله علیه و سلم در این منطقه متوقف بشن و اون جمله معروف من کنت مولا و فهذا علی مولا اینو ایراد بکنن چی بود؟ بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. در جواب سوال شما جناب آقای انصاری عزیز، رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به مکه مکرمه مشرف بشن و برای حج بیت الله الحرام تشریف ببرن، علی رضی الله عنه رو به همراه عده‌ای از صحابه فرستادن برای جهاد در منطقه یمن جنوب عربستان. و در نقشه اگر عزیزان دیده باشن میبینن که کشور یمن در جنوب عربستان واقع است. و از اونجایی که خب این اولین حج بود که مسلمان ها مشارکت داشتن و خود رسول صلی الله علیه و سلم در این حج بودن، 100,000 نفر از صحابه هم همراهی میکردن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در این مراسم. خب سیدنا علی رضی الله عنه خب بسیار علاقمند بودن که در این سفر مشارکت داشته باشن. از طرفی جنگی هم که در یمن بود و به هر حال اون هدفی هم که بود برآورده شده بود و مأموریت انجام شده بود. در مسیر برگشت سیدنا علی رضی الله عنه زودتر از دیگران نماینده انتخاب کردن، برگشتن برای ادای مناسک به مکه مکرمه به همراه رسول صلی الله علیه و سلم. بعد که اینجا تشریف آوردن، بعد خبر شدن که در غیاب ایشون عده‌ای از مسلمان ها به خاطر خب نیازهایی که داشتن از مال امانت، از مال بیت المال، غنایمی که به دست آورده بودن استفاده کردن برای خودشون بدون اجازه علی رضی الله عنه و بدون اجازه رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون خب میدونیم که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم غنایم جنگی رو باید با اجازه ایشون استفاده میکردن صحابه، قبل از اون حق استفاده نداشتن. سیدنا علی از این جریان که اطلاع یافتن خب رفتن و اون غنایم رو پس گرفتن و این سبب یک سری دلخوری ها بین عده‌ای از یارانشون و از صحابه کمرایشون در اون لشکر بودن شد و خود علی رضی الله عنه و این جریان ادامه داشت. خب به هر حال بقیه همه این اصحاب علی رضی الله عنه آمدن و به مراسم حج پرداختن به همراه رسول صلی الله علیه و سلم. در ایام حج بگو مگوهایی به هر حال بین کسانی که دلخور بودند و غنیمت‌ها از اونها پس گرفته شده بود با بقیه اصحاب در مراسم حج روی داده بود که این خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونجایی که خب دوست نداشتن که این خبر بیشتر پخش بشه،
و از طرفی مسئله بود که بین مردم بیشتر ساکن مدینه اتفاق افتاده بود، ترجیح دادن که این مسئله رو در این منطقه در اینجا تمامش بکنن و اینجا هم مطرح بشه، نه در مراسم حج. چرا که خب مسئله بود که بین خود اهل مدینه بود بیشتر و بقیه مسلمان ها اصلا نیازی نداشتن که این مسئله رو در جریانش قرار بگیرن و اختلافی هم با بقیه نبود. این اختلاف بین همون کسانی بود که از مدینه حرکت کرده بودن برای جنگ رفته بودن به یمن. بعد به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسیر برگشت حدوداً همونجوری که شما فرمودید الان ما حدود 160 کیلومتر به صورت خط مستقیم تا کعبه فاصله داریم در این سرزمین و ما مکه مکرمه در جنوب مدینه منوره است و حساب بکنیم یمن، کشور یمن پایین عربستان مکه است، بعد مدینه شمال قرار میگیره. درست. 200 کیلومتر بودن، 160 کیلومتر مستقیم و 200 کیلومتر روی راه پیش در خمش. صحابه و رسول صلی الله علیه و سلم به سمت مدینه حرکت کرده بودند که به این منطقه غدیر خم رسیدن. در این منطقه خب منطقه اسمش خم هست و یک آبگیری اینجا بوده که الان خب طبیعتاً به گذر زمان از بین رفته و نیست. در این جمع صحابه برخلاف اون ادعایی که میکنن منطقه خوشاب و هوایی بوده اینجا، چون ما هنوز هم آثار درخت و چیزا رو میبینیم. خب بینندگان عزیز دارن میبینن اطراف که با اینکه ما الان در ماه آخر زمستان هستیم، با این وجود به هر حال منطقه اونقدر هم دشت برهوت و خشک نیست که چی توش نباشه. من درخت گل دیدم در این نزدیکی. خب آبگیری بوده، مسیر راه رودخانه بوده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر این آبگیری که اینجا بود، آبی که اینجا بود، صحابه اتراق کردن اون عده‌ای که به مدینه میرفتن. علیرغم به هر حال ادعاهای دروغینی که میشه که اینجا یک چهارراهی بوده و از یک طرف به یمن میرسید، از یک طرف به مصر میرسید، از یک طرف به شام و عراق میرسید، از یک طرف مدینه. اینجا یک دوراهی بوده در سر راه مسلمانان و مسافرانی که از مکه مکرمه به مدینه میرفتن و احیانا یک گذری هم به سمت عراق مسیری میرفته. و عجیب تر اینه که خب حالا در بعضی از کتاب‌های تفسیر هم متاسفانه که مثل تفسیر نمونه اشاره کردن که اینجا چهارراهی بود که از یک طرف به مصر میرسیده. در وقت مصر فتح نشده بود، مسلمانی در مصر وجود نداشت. مصر بعد از رسول صلی الله علیه و سلم در زمان فاروق اعظم فتح شد و در منطقه یمن هم میگن خب از یک طرف به یمن میرسیده. همونجوری که گفتیم یمن جنوب کشور عربستان و جنوب مکه مکرمه است. یعنی هر زائری که به حج بیت الله الحرام به مکه اومده بوده از همون مکه مستقیم رفته به سمت جنوب و به یمن برگشته و هیچ نیازی نبوده 200 کیلومتر بیاد به سمت شمال دوباره در این سرزمین، از اینجا دوباره برگرده بره مکه، از مکه برگرده دوباره به سمت جنوب به سمت یمن. و خود این ادعا کذبش و دروغ بودنش و کسانی که آشنایی دارن با جغرافیای منطقه کاملا برایشون مشخصه. یک نکته دیگه خیلی میبخشید، اهل مکه چه گناهی کرده بودن که از این نعمت بزرگ امامت و وصایت محروم بمونن؟ یا دیوونه بودن که اهل مکه مثلا 200 کیلومتر بیان بیرون دوباره برگردن؟ خود اهل مکه در این منطقه چون اکثریت مسلمان ها رو در اون زمان اهل مکه تشکیل میدادن. اهل مکه اینجا حضور نداشتن، چرا که الان ما در راه زمینی حدود 200 کیلومتر فاصله داریم از مکه مکرمه. من هم تو اون گرما به هر حال و چون بیابان‌های اون دور زمانه با امکانات اون دور زمانه شتر و اسب هیچ نیازی نبوده کسی 200 کیلومتر بیاد اینجا. بعد تازه رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ اطلاعی نداده بود که بیایید من کار مهمی دارم فلان منطقه میخوام به شما یک خبری رو بگم. هیچ نیازی هم نبود که این همه مردم همین که دیدم بگو مگو زیاد شد همینجا وایسادن و بعد حتی میشد اگر این مسئله انقدر مهم بود در همون عرفات که همه حجاج جمع بودن در صحرای عرفات همونجا مطرح میشد تا اینکه هم مردم مکه خبردار بشن، هم مردم یمن خبردار بشن، هم تمام مسلمانانی که از اطراف شهر مکه در روستاها آبادی‌هایی که ایمان آورده بودن امثال طائف و جاهای دیگه اونها ملحق بشن بودن در اون جمع و اونها هم بشنون. به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونجایی که این مسئله اونقدر مسئله مهمی نبود نیازی دیده نمیشد که اونجا مطرح بشه، این مسئله رو در مسیر برگشت به مدینه گفتن و در این مسیر نه اهل مکه همراه بودن با رسول صلی الله علیه و سلم نه اطراف مکه حتی امثال طائف و اطرافیانشون و نه اهل یمن همراه رسول صلی الله علیه و سلم بودن، نه از مصر کسی مسلمان شده بوده که یعنی اگر که حرف اینا رو باور کنیم یعنی حجاج یمنی باید می اومدن 200 کیلومتر به طرف شمال دوباره 200 کیلومتر برمیگشتن مکه دوباره از مکه میرفتن به طرف یمن. حالا طبق نقشه بهتر میشه توضیح داد که مردم یمن اصلا هیچ عقل سلیم این رو نمیپذیره که بیان بی مورد بدون اطلاع قبلی 200 کیلومتر همینجوری بیان بالا دوباره برگردن مکه و از مکه دوباره برگردن برن به سمت یمن. این منطقه هم که به هر حال منطقه غدیر هست اونجوری که گفته شده که بیابان لم یزرع و برهوتی بوده و بسیار درسته. خب گرمای این منطقه برای کسانی که عادت نکردن در این سرزمین خب سخت است، تحملش همیشه سخت است، اما به نسبت کل منطقه عربستان اینجا ما
اطراف این مسکن بررسی بکنید نسبت به اطراف خودش سرسبزتر از جاهای دیگه است. حتی آفتاب اینجا به نظر من نسبت به آفتاب مکه و مدینه خیلی گواراتره. یعنی در مسیر هجرت رسول صلی الله علیه و سلم که از مکه مکرمه حرکت کردن به مدینه منوره و از این منطقه گذر کردن، میتونیم به جرئت بگیم که خوش آب و هواترین منطقه‌ای که پیامبر پا گذاشتن این منطقه بوده. سرسبزتر از بقیه مناطقی است که در راه مدینه منوره قرار داره. جزاکم الله خیر. خب بینندگان عزیز گرامی، این بود وادی غدیر خم که دشمنان اسلام و مذهب فروشان ادعا میکنن که در اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان ها رو جمع کردن در زیر آفتاب سوزان تا در اونجا ولایت و امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو ابلاغ بکنن، در حالی که دروغ محض است. و طوری که برادر عزیزمون جناب آقای سلیمانی توضیح دادن، خیلی اگر قرار باشه اینو بپذیریم بعد اینم قبول بکنیم که خیلی از مسلمان ها از نعمت ولایت و امامت علی رضی الله تعالی عنه محروم موندن، چه در مکه چه کسانی که از یمن بودن. خدا نگهدار. سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. این کلیپی که با هم دیدیم سفری بود که به منطقه غدیر خم داشتیم در ضمن برنامه همگام با نبی رحمت و در مورد این منطقه صحبت شد و جناب استاد سلیمانی هم بودن. واقعا سفر خاطر انگیزی بود برای ما. جناب آقای سلیمانی لطف فرمودن و استودیو تشریف آوردن. من عرض سلام دارم قبل از همه چیز خدمت شما. خوش آمدید به اون روی سکه. خواهش میکنم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و الله رو سپاسگزارم و خوشحالم از اینکه این فرصت در اختیار من داده شد تا در آن روی سکه باشم. سلامت باشید. جناب استاد واقعا سفر زیبایی بود، سفر همگام با نبی رحمت و از همه زیباتر منطقه غدیر خم. هم وقایعی از سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا رخ داده بود و هم قضیه غدیر خم که دوستان عزیزمون این کلیپ رو دیدن. در شبکه ولایت یا زلالت بگیم به معنی کلمه اومدن تیکه از این کلیپ رو پخش کردن طبق عادت همیشگی مدیر شبکه و به اصطلاح مؤسس شبکه که دروغ و تلبیس و خیانت این جزئی از مذهبشون هست، مذهب رافضه‌گری. اومدن تیکه از این کلیپ رو پخش کردن، اما چون الله سبحانه و تعالی میخواست اینا رو رسوا بکنه توسط کلیپ خودشون رسوا شدن و نیازی هم نبود که ما این کلیپ رو پخش بکنیم، چون در کلیپی که خودشون پخش کردن و تلبیسی که کردن جواب اون دروغ و تلبیسشون در خود همون کلیپی که تو شبکه زلالت پخش شده هست. اگر صحبتی در مورد این کلیپ دارید یا بریم ببینیم با هم دیگه؟ اگر راضی باشید که ما اول ببینیم کلیپ رو، بعد بینندگانم در جریان باشن، بعد درباره صحبت. بسیار خوب. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان کلیپ رو پخش بکنن، کلیپ شبکه زلالت رو، و خوب دقت بفرمایید در ابتدای صحبت جناب استاد سلیمانی ایشون اشاره میکنن که در سفر حج بیش از 100,000 نفر با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه بودن. بعد از اینکه کلیپ رو پخش میکنن میگن که در این کلیپ شما فرمودید که در غدیر خم 100,000 نفر، بیش از 100,000 نفر با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه بودن. کلیپ رو ببینیم با دوباره صحبت کنیم در موردش. خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز. البته کلیپ دیگه هم من عذرخواهی میکنم فراموش کردم. بله. کلیپ از یکی از شبکه‌های وهابی هست که برخلاف حرف این آقا میزنه. این کلیپ من یادم رفت کلام خدمتتون هست، اگر این کلیپ رو ببینیم دیگه تیر خلاص هست بر آقای سجودی. من نمیدونم واقعا این شبکه‌های وهابی درسته حالا پول همدیگه رو میدزدید، ولی از لحاظ علمی هماهنگی بکنید. یکی اون بحث غدیر بود ما مطرح کردیم که یکیشون رفت تو جنگل، یکیشون رفت تو بیابون. یه بحث دوم بحث جمعیتی که در غدیر بودن. شبکه وهابی اول گفت یک جمعیت محدودی بودن. ببینیم اون یکی شبکه وهابی چی گفته. مسلمان‌ها مشارکت داشتن و خود رسول صلی الله علیه و سلم در این حج بودن. 100,000 نفر از صحابه هم همراهی می‌کردند. 100,000 نفر از صحابه هم همراهی می‌کردند. 100,000 نفر از صحابه هم همراهی می‌کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مراسم. بله، اینم شبکه وهابی دوم. چقدر فرمودن استاد یزدان اونجا بودن؟ عده کمی 100,000 نفر. 100,000 نفر با پیغمبر در این وادی حضور داشتن و پیغمبر در حضور 100,000 نفر دوستی علی رو معلوم کرد که همه علی رو دوست داشته باشید، همه 100,000 نفر. بله. بسیار عالی. به هر حال غدیر برای ما به عنوان خورشید مطرح میشه، آفتاب غدیر، ولی برای وهابی ها ما میدونیم قطعا کابوسه.
و هیچ کاری نمیتونن بکنن. ما اگر 10 شب برنامه بگذاریم اینها اینطوری به لرزه میافتن، اونا 1000 شب برنامه بگذارن یک دونه از مباحث ما هم نمیتونن پاسخ بدن. مطمئن باشید بینندگان عزیز، یکی از بحث‌های ما رو اگر اینها میتونستن پاسخ علمی و قانع کننده بدن، حتما تماس میگرفتن با شبکه ما تا همون یه موضوع رو حداقل مطرح کنن. بله. بینندگان عزیز گرامی، متوجه شدید که در این کلیپ، در شروع کلیپ که گذاشته بودن، فراموش کرده بودن که مونتاژ بکنن، این قسمت رو حذف بکنن که جناب استاد سلیمانی میفرمایند که در این سفر حج، جناب استاد خودتون بیشتر در مورد کلیپ صحبت کنید. گفتن که از قدیم چه دلیر است دزدی که به شب چراغ دارد. بله. یا چه دلیر است دزدی که به کف چراغ دارد. درست. و جای تعجب کسی که دزدی میکنه و بعد خودش با چراغ هم میاد در شب دزدی میکنه. حداقل کاش اون قسمت اول رو حذف میکردن که جواب کلیپ در خود کلیپ اونها نباشه. من اگر اجازه بفرمایید جناب استاد انصاری، من درباره این کلیپ، خب همونجوری که خودتون بینندگان عزیز مشاهده کردید، تمام صحبت‌های کامل بنده قبل از اون هم پخش شده بود و در خود کلیپ هم که خب در ابتدا بنده عرض کردم که در سفر حج با رسول صلی الله علیه و سلم بیش از 100,000 نفر از صحابه پیامبر اکرم علیه السلام رو همراهی می‌کردند. دیگه دست از پا نشناختند و خودشونو گم کردند و گفتن که بله، این گفته که در غدیر خم 100,000 نفر پیامبر رو همراهی می‌کردند. اما اگر اجازه بدید، ما در مورد این، خب دروغش که انقدر آشکار و نمایان بود که دیگه نیازی به گفتن نیست. درباره خود موضوع، بحث اینه که این صحبتی که بیننده عزیز داشت جلوتر از من و صحبتی داشتن که بحث سفری به زاهدان داشتن و رفته بودن و درست آشنا شده بودن با حقیقت و قرآن رو مطالعه کردن، متاسفانه مشاهده میشه که در بسیاری از مراجع، یعنی منابع بحر تشیع و حتی در بین علما و روحانیون و در شبکه‌ها که خب به طریق اولا، یعنی ما انقدر در شبکه اومدیم و صحبت کردیم و انقدر کلیپ از به هر حال مسئولین این شبکه پخش شده که دیگه نیاز به تکرار مجدد. حالا یکیش هم جواب ندادن تا هنوز. حالا به هر حال باز میگن که کاش اهل بحث علمی باشند و بیان جواب بدن. خب شما یکی از این، ما الان نزدیک 500 تا کلیپ پخش کردیم و بیش از 100 تاش که مال آقای قزوینی هست. درست. و خب شما به جای اینکه صحبت‌های سلیمانی رو بیاید سر و تهش رو ببرید، بعد تازه همونم نصف کار قیچی تو نصفش رو ببرید، این حکایت از بی‌تجربگیشون میکنه. شما بیاید این صحبت‌های به هر حال به جای اینکه صحبت‌های سلیمانی رو بر ضد خودتون استفاده بکنید، صحبت‌های مدیر کانال خودتون رو بیاید جواب بدید و بعداً به ما بپردازید. اما علاوه بر این، من میخوام جناب استاد انصاری به یک موضوع مهمتر اشاره بکنم که این تفکر و این باور اصلا از کجا شروع میشه و چرا چنین خیانت‌های اون هم در روز روشن و به حال با چراغ کسی به دزدی میره. شاید فکر میکنن که مردم کورند، شاید کسی که با چراغ شب به دزدی میره این گمان رو داره که صاحب خونه و کسانی که توی خونن همه کورن. که کور هستن دیگه، بالاخره آدم کور شب و روز براش فرقی نمیکنه، حداقل من یه چراغی بردارم تا راحت‌تر دزدی بکنم. و اما در خود بحث غدیر و خب شبکه ولایت، شبکه هست که آقای قزوینی هم خب خودش از مقلدین مرجع بزرگتر خودش هست و اون چیزی که اگر به اصل، به سرچشمه ما اشاره بکنیم، آب از سرچشمه ناپاک اصلا. آب از همون منبع که شروع شده، اصلا از همونجا ناپاکی شروع شده. ما در بحث غدیر اگر بیایم به عنوان مثال به هر حال مشهورترین کتابی که مدیر کانال ولایت داره، آقای مکارم شیرازی، اشاره بکنیم، تفسیر نمونه است. در 12 نفری جمع شدن این کتاب رو تالیف کردن، نوشتن و به هر حال به اسم یک نفر زدن که این کتاب مال آقای فلانی هست و گرچه روی جلد این کتاب نوشته شده که استاد محقق فلانی، خب همون باز پایین‌تر نوشتن که با همکاری عده‌ای از دانشمندان و علما که یکی از اینها مثلا حداقلش آقای محسن قرائتی است. در این کتاب، در همین موضوع، در جلد پنجم، این کتاب صفحه 21 در ذیل آیه 67 سوره مبارکه مائده که به اصطلاح با آیه تبلیغ مشهور هست و این آیه رو بسیار سر صدا کردن که این آیه در غدیر خم نازل شد و این آیه برای پیامبر نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر ما اون چیزی رو که به تو نازل شده برسون. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این کارو نکنی تو اصلا رسالتت رو ناقص گذاشتی، اصلا هیچ کاری نکردی، تو اصلا رسالتت اصلا انگار نیومدی اصلا. والله یعصمک من الناس، و نترس،
از هیچ چی هم نترس. چرا که الله تو رو حفظ. حفاظت شما رو به عهده گرفته. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. الله هرگز کافرین رو هدایت نخواهد کرد. این آیه 67 سوره مبارکه مائده است که ادعا میشه که این آیه در غدیر خم نازل شده و در همین تفسیر باز هم در خب قبل از اینکه به موضوع غدیر بپردازه و در شرح این موضوع بسیار با آب و تاب فراوان ذکر میشه که پیامبر این مفهوم والله یعصمک من الناس، الله تو رو حفظ میکنه، این به چه معنا بود وقتی که چون اصل گفتیم از سرچشمه ناپاک آب. این آیه رو اولا که ادعا میشه که در غدیر نازل شده، در حالی که این آیه هیچ ارتباطی با غدیر نداره. درست. همونجوری که باز ادعا میشه که آیه 3 سوره مبارکه مائده هم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که بخشی از آیه 3 سوره مائده است. این آیه هم بعد از این جریان اول اون نازل شده، پیامبر اومد ابلاغ کرد، یعنی ولایت علی رضی الله عنه رو، بعد از اون باز الله هم خب تشکر کرد دیگه، دست در نکنه و به هر حال اینم الیوم اکملت لکم دینکم. درست. در حالی که خب روایات صحیح ما داریم و ثابت شده که آیه اکمال دین قبل از غدیر نازل شد. این یک ماست. یعنی هر دوی این آیه قبل از غدیر نازل شدن. آیه اکمال دین در عرفات نازل شد، اون روزی که الله تعالی منت گذاشت بر این امت که حج رو انجام دادن و یکی از ارکان بزرگ حج انجام شد. پیامبر وصیت کرد در حضور بیش از 100,000 نفر از مسلمانان بر فتح مکه بعد رسالت به اتمام رسیده بود و الله تعالی بشارت داد. این آیه هم که آیه 67 به اسم آیه تبلیغ مشهور هست، این آیه سالها قبل از این جریان نازل شده بود. چرا که اگر به خود محتوای آیه بررسی بکنیم کافیه که همون برادری که اشاره فرمود ما بریم قرآن رو بخونیم. درست. بریم حتی ترجمه های فارسی که غیر ما، حالا میگن وهابیون ترجمه کردن، غیر وهابیون ترجمه کردن به قول خودشون، این کتاب رو مطالعه بکنیم. این آیه رو خود همین آیه واضح هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اون چیزی که به تو گفته شده برسون. اولا که بلغ ما انزل الیک، آن چیزی که به تو نازل شده است. نازل شده است یعنی چی؟ یعنی وحی به شما رسیده است. وحی یعنی چی؟ یا آیه قرآن کریم است، یا اینکه این وحی حدیث صحیحی است که به اسم حدیث قدسی مشهور است که از روایات صحیح باید ثابت بشه. اگه بحث احادیث آمد دیگه موقع از روایات صحیح با سند صحیح باید ثابت بشه. شما یک آیه از قرآن کریم بیارید که در این آیه اشاره شده باشه که پیغمبر برو اعلام بکن که علی بعد از من جانشینه. الله که میفرماد اون چیزی که من به تو نازل کردم برسون، اگه نرسوندی رسالت ناقص شده. بله. شما در یک جای قرآن بیارید کجا الله تعالی آیه نازل کرده که پیغمبر میترسید از بیان اون آیه، میگن میترسید پیامبر از این، تازه به خود پیامبرم توهین میکنن، بعد میگن که موقع حدیث قرطاس پیامبر میخواست اینو بنویسه نذاشتن ننوشت. پیامبر هم ننوشت، علاوه بر اینکه پیامبر ننوشت خدا هم بهش وعده داده بود که والله یعصمک. حالا جالب اینجاست که تو حدیث قرطاس هم خب اون بحث مفصلش جدا خودش که پیامبر ننوشته، شما از کجا میدونید چی میخواست بنویسه؟ شما از قلب پیامبر خبر داشتید؟ خب من نوعی میگم میخواست ولایت ابوبکر رو بنویسه، شما از کجا ثابت میکنید که ولایت علی رو میخواست بنویسه؟ چیزی که نوشته نشد. علاوه بر اینکه خود این بحث وقتی که بحث آیه انزال آیه مطرح میشه، بعد در ادامه میفرماید الله تعالی ای پیغمبر ما اینو بگو والله یعصمک من الناس، نگران این نباش که مردم چیکار میکنن با تو. اگر این آیه بپذیریم که این آیه در غدیر نازل شد، به فرض محال غدیر بعد از اتمام حج، بعد از فتح مکه است، بعد از اینکه پیامبر اکرم علیه السلام بر بیشتر شبه جزیره عربستان مسلط شدن، در مدینه خبری از یهود بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نذیر و بسیاری از مشرکینی که اطراف بودن هیچ خبری از اینها نیست. دیگه اون مشرکینی که در مکه هر روز نقشه میکشیدن برای مدینه هیچ خبری از اینها نیست. هیچ کسی نیست که پیامبر نگران اونها باشه، حتی یا بترسه. 10,000 نفر اومده بودن برای فتح مکه فقط. امروز 100,000 نفر صحابی در صحرای عرفات جمع شدن و پیامبر اکرم علیه السلام الله تعالی هم آیه ابلاغ کرد که امروز دین شما کاملا تکمیل شد. حال اگر بحث اینجا مطرح باشه که الله تعالی اگر فرمود منظور این باشه والله یعصمک من الناس، اگر در این بحران زمانی نازل شده باشه این آیه که پیامبر ما نگران هیچی نباشه، پیامبر از کی میترسید؟ یهودی وجود نداشت که ازش بترسه، مشرکی در مکه نبود که بترسه، کسی نمونده بود که بترسه. پیامبر نگران کی بود؟ نگران چی بود؟ از کی نگران بود؟ خب میگن کی نگران بود؟ خب حتما ابوبکر عمر دیگه، پیامبر از ابوبکر عمر میترسیدن حتما. خب این باز توجیه میشه که پیامبر از ابوبکر عمر میترسیدن که ابوبکر عمر بلند میشن و سر صدا میکنن و خب پیامبر عمر اگر ابوبکر عمر میخواستن اعتراضی داشته باشه نسبت به این موضوع، خب اون روایت من کنت مولا فهذا علی مولام که گفته شد، اونا هیچ کاری نکردن، چیزی نکردن. تازه اینو اهل سنت هم روایت کردن. خود اهل سنت هم روایت کردن، خود اونها اومدن تبریک گفتن که تو امروز
مولا شدی، یعنی دوست و ولی الله تعالی قرار گرفتی و ولی رسول صلی الله علیه و سلم و مسلمین. و تأکیدی بر گذشته و شکی در نیست که امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه قبل از این همین ولایت و این محبت و این دوستی در بین صحابه نسبت بهشون بود، تأکیدی بر محبت رسول صلی الله علیه و سلم. حالا برگردیم نسبت به خود موضوع، ببخشید من زیاد صحبت کردم. اما خود این موضوع چون از اصل مشکل پیدا میکنه، میگن این آیه اینجا نازل شد. خب چرا این آیه اینجا نازل شد اصلا؟ چرا در صحرای عرفات نازل نشد؟ حالا جالب جریان اینجاست که در تفسیر نمونه صفحه 21 جلد 5 در ذیل آیه 67 سوره مبارکه مائده، به هر حال حالا یا آقای مکارم شیرازی خودشون اینو نوشتن یا به هر حال زیر نظر ایشون 12 نفر دیگه نوشتن و ایشون هم خب به هر حال زیر نظرشون بوده تایید کردن دیگه. بحث اینجاست، به اسم نشون داره پخش میشه. این صفحه رو اگر شما داشته باشید، نمیدونم حالا من متن دارم میخونم، بله. همین جلد 5 صفحه 21 رو بینندگانم فرمان اگر نشون بدن. بله این تفسیر نمونه است. این جمعی از نویسندگان که زیر نظر بالا نوشته شده استاد محقق آیت الله عظم مکارم شیرازی و پایینم که جمعی از با همکاری جمعی از نویسندگان. بله. و خود صفحه رو اگر داشته باشیم صفحه 21 رو جلد 5 و صفحه 21 جالبه که اینو از سایت خودش گرفتیم. بله این متنی که الان اگر دوستان اتاق کنترل نشون بدن، بله این ما رو از خود سایت آقای مکارم شیرازی گرفتیم. بله. و در پاراگراف سوم اینجا در حقیقت 4 راهی است. اینجا منظور خب بالاتر در خط بالا اشاره شده قدیر خم، سپس بیابان‌های خشک و سوزان قدیر خم از دور نمایان می‌شد. اینجا یعنی قدیر خم در حقیقت 4 راهی است. اشاره به اینه که در زمان پیامبر اکرم علیه السلام اینجا 4 راهی بوده. اعتراضی که میشه اینه که خب چرا پیامبر در قدیر خم این مسئله را مطرح کرد؟ این جوابی بر اون اعتراض به نحوی که اینجا خیلی منطقه استراتژیک بسیار مهمی بود، حالا پیامبر به خاطر اینجا اومد مطرح کرد. و هدف از این جملاتی که در این پاراگراف میاد اینه که بگیم اینجا خیلی مهم بوده، 4 راهی بوده. حالا این 4 راهی جالبه که ببینیم در قعر بیابان بین مکه و مدینه در فاصله 200 کیلومتری شمال مکه مکرمه، در اون بیابانی که خب میگن همینجا بالاتر گفته میشه که بیابان خشک و سوزان، 4 راهی است که مردم سرزمین حجاز را از هم جدا میکند. راهی به سوی مدینه در شمال و راهی به سمت عراق در شرق و راهی به سمت غرب و سرزمین مصر و راهی به سوی سرزمین یمن در جنوب پیش می رود. همینجا بایستیم یک لحظه‌ای، چند لحظه‌ای که خب یک 4 راهی است. ما یک 4 راهی داریم که از یک طرف میره به عراق، از یک طرف از شرق میره به عراق، از شمال هم میرسه به مدینه منوره، از جنوب میاد به سمت یمن و از غرب هم میرسه به مصر. در این کلام اگر عزیزانی که خب تو کلیپ هم نشون داده شد و نقشه رو ببینن، ما نقشه عربستان سعودی رو کسانی که داشته باشن، هدف از ذکر کلمه عراق، مصر و یمن چیه؟ هدف اینه که گفته بشه که مسلمانانی از عراق هم بودن، مسلمانانی از مصر هم بودن، مسلمانانی از یمن هم بودن، یعنی کل به هر حال منطقه جمع شده بودن، برای حج اومده بودن. حالا تو این 4 راهی قرار بود هر کی بره سراغ کار خودش، زندگی خودش، خونه خودش. و ما در این 4 راهی پیامبر اکرم علیه السلام این مسئله رو مطرح کردن. اولا که در قدیر خم اگر یک خط موازی با قدیر روی نقشه نصب، یعنی موازی با خط استوا روی نقشه کشیده بشه، شرق قدیر خم میشه ریاض امروزی و اگر همینجوری ادامه بدید از کشور عربستان خارج بشید میرسید به جنوب قطر و میرسید وارد امارات میشید و از جنوب دبی به عمان میرید و همینجوری گذر میکنید. هرگز شرق قدیر خم به عراق که هیچ، به جنوب عراق هم نمیرسه و هیچ ارتباطی با عراق نداره. بله جناب استاد، این تصویر همون تصویری است که دوستان عزیز اگر لطف بکنن در اتاق فرمان نشون بدن. ببینید ما قدیر خم رو الان داریم در بین مکه و مدینه منوره. بله. این قسمت دقیقاً قدیر خمه. اینجا حالا ما نقشه سمت شرق، یعنی که همینجور شما فرش ببرید اون گوشه بالا که به هر حال دریا مشخص است، اون گوشه سمت راست تصویر بالا، این خب فارس، خلیج فارسه و از اونجا شما این قدیر خم رو وقتی که خط مستقیم به سمت شرق بکشید هرگز به اصلا جنوب خلیج هم نمیرسه، چه برسه به عراق. درست. حالا در ثانی بحث عراق وقتی مطرح میشه، ذکر عراق چه سودی داره در این روایت؟ ما مگر از عراق مسلمانی داشتیم در اون زمانه؟ در زمان پیامبر اکرم علیه السلام اصلا مسلمان‌ها دایره اسلام از جزیره العرب از خود حجاز خارج نشد. بخش‌های از شمال حالا این عراق که عراق در زمان صدیق خشک راه داره، این مصر از کجا آورد؟ اون جالب‌ترش اونه. باز عراق در زمان صدیق اکبر فتح شد.
درست. اصلا اسلام از عربستان امروزی خارج نشده بود در زمان پیامبر. مسلمانی در عراق وجود نداشت که برای حج اومده باشه که بگیم خب حالا مسلمانای حج برمیگشتن عراقی‌ها. جالب ترش باز بحث مصر هست. بحث مصر هم با چنان آب و تابی اینجا ذکر شده که راهی به سمت غرب و سرزمین مصر. سرزمین مصر خب در غرب دریای سرخ ما مصر رو داریم و جالب اینجاست که مصر 10 سال بعد از این جریان فتح شده در زمان فاروق اعظم رضی الله عنه و ما یک نفر هم در مصر مسلمان نداشتیم در اون دور زمان، در زمان پیامبر اکرم علیه السلام. یعنی میخواد اهمیت غدیر رو نشون بده، بگه شاید که مسیحیایی که در مصر بودن برای حج اومده بودن با پیامبر، یا کسانی که در عراق یا بودن، مجوسیایی که در عراق بودن برای حج اومده بودن. منظور اینه که اینا می‌خواستن برگردن. ما در مصر که مصر مسلمان نشده بود اصلا. مصر فتح نشده بود، عراق فتح نشده بود. باز جالب‌تر اگر همین نقشه رو داشته باشیم ما دوستان عزیز در اتاق فرمان نقشه رو ببینید ما الان در عربستان محدوده غدیر رو اگر شما مشخص بکنید بین مکه و مدینه با فلش، ما اینجا حدوداً از سمت محدوده غدیر به سمت غرب اگر بخوایم پیش بریم، کمی زوم رو بیشتر بکنید، بله ما از این قسمت سمت غرب اینجا مکه است، بالاترش میشه حدود وسطای راه این حدودها میشه غدیر، سمت غربش میشه دریای سرخ و اینجا دریای سرخ. خب کسی که از مکه میخواست بره به مصر چرا بیاد 200 کیلومتر بالا، 200 کیلومتر بیاد بالا، بعد اونجا لب ساحل سوار کشتی بشه؟ خب از همونجا مکه میرفت لب ساحل دیگه، جده میرفت کشتی سوار میشد میرفت مصر. چون همون زمان هم جده یک بندر رفت آمد بود. شما در منطقه غدیر فقط یک شهرک رابغ رو میبینید که این شهرک رابغ یک شهرک صنعتیه که هیچ جدیداً تأسیس شده، یک شهرک صنعتی نفتیه و به هر حال جدیداً تأسیس شده و از اون طرف میرفتن مردم، میرفتن جده سوار میشدن دیگه، چرا بیان اینجا؟ اصلا مسلمانی بود مگه بره مصر؟ خب این باز خودش عجیب ترش اینه. مثل در زمان سیدنا عمر فتح شد 10 سال 20 یا 21 شروع شد تا 21 ادامه داشت. ما 10 سال بعد مصر رو فتح کردیم. نه در مصر مسلمانی بود، نه در عراق مسلمانی بود که بخواد بیاد. پس این که از شرق به عراق میرسید، اولا از شرق به عراق میرفتن اول به شمال به مدینه و بعد از مدینه میرفتن به سمت عراق. الان هم همین، الان هم که در عربستان سعودی اگر کسی بخواد از مدینه منوره بره به ریاض، حتی یا از بین راه مدینه به ریاض، یا مجبور بره مکه از اون ور بره ریاض، یا مجبور بیاد مدینه از اون طرف بره ریاض. از وسط هیچ راهی وجود نداره برای رفتن به ریاض. و باز هم مسئله یمن باز جالبه که اینجا ذکر میشه، گرچه خب در یمن ما مسلمان هایی داشتیم که برای حج شرکت میکردن، در یمن هم ذکر میشه که این چهارراهی از جنوب به یمن میرسید. خب این چهارراهی که در نقشه ما نشون دادیم، جنوب غدیر مکه مکرمه است. هر کسی که بخواد بره جنوب سعودی حتما باید بره اول مکه مکرمه، بعد از مکه برگرده بره یمن. این چهارراهی چه ارتباطی به یمن داشت؟ اصلا هیچ ارتباطی به یمن نداره. یعنی اینا میخوان بگن که دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر نشون بدن صفحه لپتاپ رو، بله اینا میخوان بگن که اهل یمن از اینجا که مکه باشه رفتن به این قسمت 200 کیلومتر تو بیابون اومدن تقریبا به اینجاها رفتن، به این نزدیکی‌های رابغ، به این منطقه، به اینجا رفتن، به این چهارراهی یمن رسیدن. از اینجا بار برمیگردن میرن بعد دوباره همین انسان‌ها بیچارا به خاطر آقای مکارم شیرازی رفتن تا اونجا حدود 160 کیلومتر راه تقریبا روی نقشه مستقیم. این تازه مستقیم، اگر اون زمان که از پیچ و خم جاده‌ای که به اصطلاح بوده 200 کیلومتر راه. بعد دوستان نشون بدن این سفر رو، بعد از اینجا دوباره برگشتن اومدن همینطوری تا مکه، بعد الباحه اومدن، سبت العلیه اومدن، نماز، خمیس، محال اسیر، یعنی چیز حدود 1000 کیلومتر رفتن تا به یمن. اینجا یمن هست، صنعا، یعنی اینا رفتن تا این قسمت دوباره برگشتن به خاطر فقط چون که اینجا آقای مکارم شیرازی خواسته در قرن 21 دروغ بگه که حالا این چهارراهی یادم میاد باید جاده ابریشم میندازه، نمیدونم تو عربستان هم شاید اون موقع جاده ابریشمی بوده و این چهارراهی اولا که هیچ دوراهی بیشتر نبوده، یک دوراهی بر سر راه مکه و مدینه است و به هر حال اونجا آبگیری بوده که اتراقی شده و داستان ما مفصل در کلیپ ذکر کردیم و خب این هم یکی از شاهکارهای، این البته یک نمونه از این به هر حال شاهکارهای تفسیر نمونه است. بله. نمونه های زیادی در تفسیر نمونه هست که واقعا نمونن برای ذکر کردن و این رو عزیزان میتونن در صفحه 21 جلد 5 تفسیر نمونه این رو ببینید اگر باور نمی‌کنید. و عجیب اینجاست که حال انسان تعجب میکنه، یا اون کسانی که این کتاب رو نوشتن و حالا چه یک نفر چه 13 نفر این کتاب رو نوشتن، یا واقعا از تاریخ و از جغرافیای سرزمین عربستان واقعا بیخبرن، یا نه فاستخف قومه فاطاعوه،
همون کاری رو میکنن که فرعون میکرد، در خفت و خاری و جهالت نگه میدارن قومشون تا اونها رو برده خودشون بکنن و اطاعت بکنن از اینها. واقعا این جای شرمه که انسان دم از حقیقت بزنه و این گونه دروغ بگه در روز روشن و این گونه بیاد حقیقتایی رو که اصلا هیچ وجودی نداشته. ما نه در مصر مسلمانی داشتیم، نه در عراق و نه در مناطقی که ذکر میشه و جمعیتی هم که به غدیر رسیدن فقط کسانی بودن که از مدینه منوره با رسول صلی الله علیه و سلم حرکت کردند و بسیار از کسانی که در حج شرکت کردن 100,000 نفر مردم مکه بودن، مردم طائف بودن، مردم اطراف طائف بودن، مردمی از یمن اومده بودن. اینها هم کسانی بودن که از مدینه رفتن یا از شمال مدینه که اصلا از مسیرشون هم از مدینه نبود، از سمت بدر میرفتن. اینها هم کسانی بودن که در حج شرکت داشتن و در مسیر برگشت در خود غدیر هم کسانی که فقط از مدینه حرکت کردن. ما فقط همونها رو داشتیم، بیشتر از اون هرگز نداشتیم. اهل مکه رو فراموش کردید که تقصیر این بیچارا چی بوده که در این ابلاغ ولایت وجود نداشته باشه؟ یا رفتن 160 کیلومتر 200 کیلومتر راه رفتن دوباره برگشتن. اهل مکه سنی بودن و به خاطر همین شاید دیگه اهمیت نبوده، مهم نبوده براشون این مسئله. نمیدونم والله این مسئله مکه اصلا همچین حرکتی با حکمت رسول صلی الله علیه و سلم منافات داره که 100,000 نفر رو در صحرای عرفات که همه جمعن ول بکنه و همونجایی که همه بودن این مسئله مهم مطرح نشه اگر انقدر مهم بوده و بگذاره بیاد 200 کیلومتر بالاتر، در حالی که همه رفتن. مردم یمن از مکه رفتن یمن، مردم مکه اونجا موندن، مردم طائف رفتن طائف و هر کسی به سمت خونه زندگی خودش رفته، فقط مردم مدینه اومدن. در بین راه این مسئله مطرح بشه و این آیاتی هم که اشاره میشه هرگز در این واقعه نازل نشده و قبل از اون نازل شده و هیچ ارتباطی به این واقعه نداره. چرا که اگر ما بپذیریم که رسول صلی الله علیه و سلم این آیات نازل شد، این آیات وقتی نازل شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه بودن، بنی قریظه هنوز بود، بنی نذیر بود، بنی قینقاع بود، منافقین بودن، مشرکین بودن و جای نگرانی وجود داشت. و خود محتوای آیه هم چی بود؟ آیه بعدی است، آیه 68. پیامبر فرمود الله تعالی امر کرد که برسون اون چیزی که به تو نازل شده. چی نازل شده؟ آیه بعدی قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء. ای اهل کتاب شما هیچ چی نیستید اصلا مگر اینکه شما برگردید به اصل تورات و به اصل انجیل و اون چیزی که بر شما نازل میشه یعنی قرآن. گفتن این فتوا سخت بود. کسانی که یهودی که خودشون میگفت نحن ابناء الله و احباؤه و کسانی که میگفتن لا يدخل الجنه الا من كان هودا و نصارا، به بهشت هیچ که وارد نمیشه مگر اینکه یهودی باشه یا مسیحی، ما فرزندان خداییم، ما احباب خداییم. اینها رو شما بیاد دیگه لستم علی شیء، شما هیچ پشیزی نیستید، عددی نیستید. اون هم در شهری که ساکنان اصلیش خود یهودی در زمانی که اونها بر قدرت بودن از نگاه نظامی قدرت داشتن، بنی نذیر، بنی قینقاع و به هر حال کسان دیگه که بودن اطرافشون قدرت داشتن و این یک کمی سخت بود گفتنش و الله تعالی ضمانت کرد رسول صلی الله علیه و سلم رو که شما نگران. حتی وقتی که این آیه نازل شد در مدینه منوره، رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی رو که برای نگهبانی می‌آمدن احیانا شب‌ها کنار رسول صلی الله علیه و سلم در کنار خانه فرمودند برید که الله تعالی من رو حفاظت کرد، حفاظت من رو به عهده گرفت. من زیاد صحبت کردم. جزاکم الله خیر. من تشکر می‌کنم از برادر عزیز و استاد گرامی جناب آقای فضل الحق سلیمانی که قبول زحمت فرمودن و در این برنامه تشریف آوردن. تشکر از شما. امیدواریم که از این تلبیس‌ها بیشتر بکنن که تا وجود شما بیشتر محسوس بشه در برنامه آن من که چون حالا شاید کلیپ درباره من بود اومدم دیگه، اگه مجبور بکنن میایم دیگه چیکار کنیم. جزاکم الله خیر. و همچنین من نصیحت میکنم در شبکه زلالت که وقتی میخواید تلبیس بکنید خب یک کمی بشینید به دقت این کلیپ‌ها رو بررسی بکنید که یک کلمه در داره که آبروتون. ما میتونیم یه ورژن جدید از برنامه پریمیر یا ادیوس بفرستیم اگر ندارن که اونو کات کنن حداقل راحت‌تر کاتش. بله. تشکر میکنم از برادر عزیزمون استاد سلیمانی که تشریف آوردن در برنامه آن روزه. که دوستان عزیز کلیپ شماره یا فیلم شماره 61 هم در مورد غدیر هست. صحبت هایی که در این سفر جناب دکتر نور محمد عمرا کردن در مورد غدیر، این فیلم رو با هم میبینیم و بعد از اون ان شاء الله تماس های شما عزیزان رو خواهیم گرفت و نظر شما رو در مورد این تلبیس خواهیم شنید. با ما همراه باشید. جزاکم الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان سلامی به وسعت این وادی و به صفا و صمیمیت این فضای زیبا و این صخره‌ها. این صخره‌هایی که یادآور روزهایی از تاریخ اسلام هستند. ما الان در غدیر خم هستیم، درست در مسیر
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هجرتشون از مکه و به این سو اومدند، از این وادی که غدیر خم باشه رد شدند و به این طرف به ماه احیا و ثنیه مره و نهایتاً به قبا و مدینه تشریف بردند. این وادی حکایت ها داره، حکایت هایی از سال 10 هجری، سال حجة الوداع که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن اینجا، سالی که پیامبر در جایی از این وادی دست امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو بلند کردند و فرمودند کسی که من دوستش دارم با منو دوست داره، علی رو باید دوست داشته باشه. محبت علی، محبت دست پروردگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی نگاه میکنم تو سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، چیزی که در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی چشمگیره اینه که پیامبر خدا صحابه‌ش و اون شاگردان اولینشو خیلی خیلی دوست داره. در سختی ها اونا رو پیش قدم میکنه. وقتی که هجرت، کی باید تو هجرت کنار پیامبر باشه؟ ابوبکر، اولین مرد سترگی که ایمان آورد. کی میخواد جانفشانی کنه؟ علی، اون نوجوانی که اولین نوجوان بود که به کاروان توحید پیوست. اینجا میان برخی از صحابه از حضرت علی دلخورند. پیامبر این رو قبول نمیکنه. این علی رو من پرورش دادم، این علی تو خونه من پرورش پیدا کرده، دیگه این علی یک نمادی از صداقت، از راستگویی، از امانته. چطور به خودتون حق میدید که بیایید از علی دلخور بشید؟ علی که باید قدرشو دونست، قدر اون جهادشو دونست. چطور میایید به خودت اجازه میدی از ابوبکر بد بگی؟ ابوبکری که این همه جانفشانی در راه حق کرد، همه چیزشو در راه توحید فدا کرد. یه روز یکی از صحابه با حضرت ابوبکر بگوی مگوی میشه، اشتباه هم شاید از ابوبکر بود، اما یک صحابی بیاد از ابوبکر دلخور بشه، این واسه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم غیر قابل قبوله. ابوبکری که این جانفشانی ها کرد، اگر هم اشتباه کرد باید از اشتباهش بگذری، باید قدر اون تاریخشو بدونی. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یکی از صحابه میاد یه اشتباه بسیار بسیار بزرگی میکنه. حاتب ابن ابی بلتعه یکی از اسرار بسیار مهم نظامی رو میرسونه، میخواد برسونه به دشمن. این شخص که جبریل میاد این کارشو بربلا میکنه، دستگیر میشه. عمر میاد عصبانی که یا رسول الله این خیلی اشتباه بزرگی کرده، مثل این باید گردنش زده بشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید نه، چه کار میکنی با مشارکت این در بدر؟ کسی که در بدر شرکت کرده خداوند ازش گذشته، هر اشتباهی کنه بازم خداوند ازش گذشته. واسه چی؟ واسه این که خداوند قدر اون جانفشانی ها رو میدونه. در حدیبیه هستیم، شایعه میشه که حضرت عثمان شهید شده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، اون پیامبری که راضی این همه مدت صبر کرده 360 بت در خانه توحید باشه، وقتی که میاد مسئله خون عثمان دست پرورده پیامبر میشه، میاد همه لشکر رو جمع میکنه، با پیامبر پیمان خون میبندن که باید انتقام عثمان رو بگیریم. پیامبر خدا هم دست خودشو میذاره تو دستش که این بیعت من با عثمانه. این همه جانفشانی ها در پیش پیامبر خدا ارزش داره، قدر داره. تعجب در اینه که امروز اگر یک استادی، یک عالمی، یک دانشمندی کوچکترین لغزشی ازش صورت گرفت، همه زبانهای 2 متری دراز میشن گردنشو میزنن که فلانی چنین کرد. اون جهادش، اون زحمتهاش کجا رفت؟ قدر دعوتگر، قدر مؤمن، قدر با ایمان رو دونست. و بدتر از این و خیلی زشتر از این اونیه که بعضی از افراد نادان، افرادی که سرشون پر از حماقته، به خودشون میان اجازه میدن که چی؟ که بیان به پیامبر یا به دستبردگان پیامبر روی صحابه زبان نحسشون رو دراز کنن.
روی کسایی که در مکتب نبوت پرورده شدن زبانشون رو دراز کنن. ای توف به همین عقل، چطور به خودت اجازه میدی این افرادی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا رو تربیت کرد، این افرادی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم 1400 مؤمن رو دستشو گذاشت تو دستش، اگه خون عثمان بره خون هممون رفته، میایی تو امروز به عثمان بد میگی؟ چطور تو به خودت اجازه میدی پیامبری که میگه در مورد حضرت ابوبکر دعولی اصحابی، یاران منو بگذارید، شما بدبختا هر کاری بکنید چیک میتونی بکنید، اگه یکی از شما بیاد مثل کوه طلا رو در راه خدا انفاق کنه، مثل یه دست یه چیز کوچیکی که ابوبکر انفاق کرده نمیرسه. اون چیزی که ابوبکر داد روزی داد که اسلام نیازش داشت. امروز اسلام به من و تو چی نیازی داره؟ پیامبر وقتی که کسی رو در کنارش میخواست ابوبکر بود. امروز من و تو باشیم و نباشیم ورسه نه برای دین ما اهمیتی داره نه برای پیامبر خدا. ما بودیم خودمون رو به خودمون ارزش دادیم. اگه ما در کنار کلام خدا ایستادیم به خودمون ارزش دادیم نه به کلام الهی. امروز اسلام به کسی نیاز نداره، ما این که به اسلام نیاز داریم. پس اینی که بیایی به خودت همچین جرأتی رو بدی که بیایی به یکی از اون دستپروردگان مکتب نبوت، به اون شاگردان رسول اکرم، به اون افرادی که خداوند بهشون این شرف رو داد که چشماشون سیمای مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو دید، به اونایی که دستشون رو گذاشتن تو دست پیامبر خدا، میایی به اونا بد میگی؟ هی توفو بر همین عقل، توفو بر همین فهم، بیایید یکم همین قدیر خوب نگاه کنیم. این قدیر داره به ما میگه که پیامبر خدا قدر شناسه. ما بیایم قدر شناس باشیم، بیایم درک کنیم که اون جوون مردا، اون راد مردایی که با پیامبر در کنار پیامبر بودند، اینجا رفت و آمد کردند، این سختی ها رو در راه خدا تحمل کردن، در راه خدا خون دادن، جان دادن، مال دادن، همه زندگیشون رو تباه کردن، همه چیزشون رو در راه خدا دادن. بیاید قدر اونا رو بدونیم، نه اینکه اونا به قدر شناسی ما نیاز دارن، نه، ما بیایم خودمون رو به اونا نزدیک کنیم تا از بوی مشک اونا بوی بگیریم. بیایم خودمون رو به اونا نزدیک کنیم تا از ارزشی که در نزد خدا و پیامبرش داشتن ما هم با ارزش بشیم. نه اینکه اگر ما هرچه به اونا بد و بیرا بگیم از جمال و کمال اونا هیچی کم نمیشه، خودمون رو ذلیل و خوار میکنیم. ای دوستان، ای اونایی که این حرف این و اونو گرفتید، ای اونایی که بعضی از مذهب فروشان اومدن گولتون زدند، از این قدیر این درس رو بگیریم. قدیر قدرشناس، قدیری که در اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دست علی رو بلند کرد، گفت این علیه، این دست پرورده منه، قدرشو بدونید. اونی که منو دوست داره باید علی رو دوست داشته باشه. حب الانصار من الایمان، اونی که منو دوست داره باید انصاری ها رو دوست داشته باشه. اصلا محبت و عشق ورزیدن به انصاریان، به راه انصاریان جزی از ایمانه. مهاجران رو باید دوست داشته باشی، در راه خدا همه چیز دادند. دوست عزیز، بیا به خودمون یه تلنگری بزنیم، بین افکار پوسیده ای که از این و اون به ارث بردیم یه تلنگری بزنیم، بیا قرآن رو باز کنیم ببینیم که چقدر قرآن میگه مهاجرون و انصار والذین اتبعوهم به احسان. بیا از اونایی باشیم که پیروان بر حق اونها بودیم. قول میدید؟ دست در دست من پیش به سوی فهم قرآن و پیش به سوی محبت خدا و محبت رسولش و محبت یاران پیامبر و محبت خاندان پیامبر تا به روز قیامت. ah ah ah